آجی خود معرفی کنند. ولی پدر اسم من نصرالله سک. دیگه ما خانم مریض بود، مریض تکلیف سرطان داشت. دیگه پاکستان تقریبا ما 12 سال تداوی کردیم. دیگه باز دوره اول ما اونجا شوا داریم. بعد از شوا یک 7 سال خوب بود. بعد از 7 سال بعد دوباره تکلیف رو دوباره روش کرد. در گلون ولی اول در دماغ بود، بعد در گلون زد. باز تقریبا 33 سیروم هم گرفتیم. باز هم هر 3 ماه بعد ما سیتی اسکن هم میکردیم. دکتر میگه دیگه 20 روز بعد میرفتیم کیمو میگرفتیم سیروم ها را. باز هم دکتر برای ما دوره آخر گفت که بیادر ای از اون دماغ هم در گلون باز دوباره سر زده. باز ما راستی دیگه دوباره نرفتیم، مریض ما بسیار ضعیف شده بود. دیگه باز میگه آدرس شما را کسی برای ما داد. دیگه میگه اومدیم پیش شما. دیگه فضل خدا مریض ما خوب است. از روزی که ما دم دوار شروع کردیم 4 ماه میشه میگه میایم. دیگه فضل خدا مریض ما خوب است. انشالله یک خوشبختی دیگه از خانمتون بکی جور شده. فضل خدا جور شده. از خانم دوم خلاص کردیم. فضل خدا. میگرفتی خدا. فضل خدا مریض ما خوب است دیگه.